سلام، اینجا پرژن کلیک، من علیرضام. خیلی خوش اومدیم به اولین بلایند دیت ایرانی توی استرالیا با حضور گلبرگ و سم. خیلی ممنونم که برنامه من انتخاب کردید برای دیدن. امیدوارم که خوشتون بیاد. قبل از شروع برنامه اجازه بدین یه نکته بهتون بگم. از اونجایی که سیدنی خیلی کوچیکه و تقریبا همه همدیگه رو میشناسن، ما از بعضی از شرکت کنندگان خواهش کردیم که اگه دوست دارن یک سری اطلاعات جزئی راجع به خودشون تو قسمت معرفی نگن. سیدنی کوچیکه دیگه، ایریز باره ریز. گلبرگ، سم، خیلی خوش اومدید. لطفا خودتون رو هر جوری که دوست دارید معرفی کنید. بفهم. خب گلبرگ اسممه. من پرستار هستم، شغلم پرستاریه. 13 ساله که تو استرالیا زندگی میکنم. 2 گربه دارم. منم سامم، شغلم تو زمینه اودیو ویژوال و پروداکشنه. گربه‌ام ندارم. متولد چه ماهی هستین؟ تیر. اردیبهشت. به انرژی ماها اعتقاد دارید؟ 100%. اصلا من یکی از علایق شخصیم ستاره شناسیه که توی 1 سال گذشته شروع کردم مطالعه شخصی راجبش و به شدت اعتقاد دارم به چارت آدما که خیلی هم پیچیده تر از فقط ماه تولدشونه، ولی من خیلی اعتقاد دارم. خصوصیات ماه تولد شما چیه؟ زیاد، خوب و بد، ولی یه دونه‌شو اگه بخوام بگم، تیر ماهی‌ها وفادارن و مودی. مودی و موافقم من کاملا باشه. دوست تیر ماهی دارم مودیه، ولی من خیلی اعتقاد ندارم به این داستان ماه تولد و اینا، چون خیلی آدمای مختلف دیدم توی یه ماه به دنیا اومده بودن ولی کاملا متفاوت بودن اصلا دیگه. خب به خاطر همون چارت که میگم دیگه، یه دونه نیست. ظاهرا خیلی دیتیلز داره. بله. از لایف استایل روزانه‌تون برام یه ذره صحبت میکنید. سرگرمیاتون چیه؟ شونم. من اول بگم؟ بله. خواهش میکنم خانم مقدم ترم بفهم. خواهش میکنم. قبلی من اول گفتم، یکی شما اول. باش. حالا من سر کار خونه بیشترین تفریحم وقت گذروندم با دوستام و همین تلویزیون دیدن اگه تایم خالی باشه. من به پروژه‌های هنری علاقه دارم و وقت آزادم رو صرف هنر میکنم. بدون اینکه حرف بزنید، فقط با لایک یا دیسلایک، همین الان حس درونتون چیه نسبت به این دیت؟ من متوجه نمیشم. اگه میشه شب با لایک و دیسلایک به من صحبت کنید. مرسی. چند وقت تو استرالیا زندگی میکنید؟ البته شما یه کوچولو منشن کردید. چند وقت تو استرالیا هستید؟ من حدود 8 سال. بزرگترین چالش مهاجرتتون تا الان که باش روبرو شدید چی بوده؟ من خیلی کم سن بودم وقتی مهاجرت کردم و برای من چالشش این بود که خب همه چیزو که شاید خیلی تو ایران یه تجربه نسبی حتی داشتن، مثلا حتی از ساده ترینش بگید دانشگاه رفتن، همه اینا رو من اینجا تجربه کردم و دور از خانواده. برای من بزرگترین چالشش این بود. طبعا دوری از خانواده خیلی سختش میکنه. آره، ولی تو سن کم خیلی سخت داره. قطعا خب دور بودن از خانواده یه مسئله خیلی بزرگیه، ولی به نظر من بزرگترین چالشی که من خودم داشتم باش پیدا کردن آدمای خوب و دوستای خوب بود، چون من آدمیم که خیلی اهل تنها بودن و تنها موندن نیستم. تنهایی خیلی دوست ندارم. دوست دارم دوست داشته باشم، دور و برم دوستای خوب. به نظر من سخت‌ترینش برای من اون بود، چون اصلا وقتی که از دیگه محیط مدرسه و دانشگاه و اینا میای بیرون، یه ذره پیدا کردن دوست خوب سخت‌تر میشه. اگه برگردیم به گذشته، بازم میان استرالیا؟ بله. یعنی بین ایران و استرالیا کلا میای استرالیا؟ نمیدونم، میتونی جای دیگه، ولی اگه برگردی به گذشته تصمیمتو میگیری که دوباره بیای موو کنی به استرالیا؟ اگه آپشن دیگه جای دیگه داشته باشم نه. رو بی آپشنی اومدی استرالیا؟ نه بی آپشنی نه، اینجا آسون‌تر پذیرش گرفتم. با چی استرالیا خیلی حال میکنید؟ من بگم شما بگید. منم فکر میکنم. اینقدر سخته یعنی؟
بورینگ. آره مخصوصا سیدنی. از دور که نگاه میکنی قشنگه، شهر قشنگه، تا خیلی دور فاصله زیاد با هواپیما. آرامشش خوبه. واقعا آدم تا خارج نشه نمیفهمه. یعنی به نظرم انقدر خوبه که وقتی توش زندگی میکنی یادت میره که جز اینم بوده. ولی به نظر من بزرگترین پوینتش همینه که واقعا سیفه و آرامش داره. ولی بورینگه. چه چیز استرالیا رو مختونه؟ این دیگه واسه آسون باشه. آره دیگه خیلی بورینگه. ساعت 9 شب به بعد دیگه مغازه رستوران بسته از 5 بعد از ظهر. خدا وکیلی تا ساعت 5 بعد از ظهر سر کاری و 5 بعد از ظهر هم شاپینگ سنتر میبنده. خیلی هم گرونه نسبت به جاهای دیگه دنیا. یعنی حتی توش زندگی میکنی و کار میکنی و همینجا داری پول در میاری، جز گرونترین کشورهای دنیاست، مخصوصا سیدنی. دیت غیر ایرانی داشتین؟ بله. یه ذره توضیح میدین برامون؟ یه نکته خوبش اینه که اگر احتیاج باشه با کسی حرف بزنی و نخوای اون بفهمه میتونی. نه ایرانی بازیه. ایرانی بازی. این خیلی کار جالبی ولی نیست. نه. چه؟ نه خب حالا یه موقع احتیاجه. پوینت منفیه. اکسپریانس شما چطوره؟ خیلی خوب. من چند تا تجربه غیر ایرانی داشتم دیت کردم و اونقدی تنها تفاوتی که شاید اگه مثلا بخوای لانگ ترم با یه نفر بمونی که مثلا کالچر متفاوتیه، شاید یه کمی خب بالاخره همون حتی مثلا نقطه مشترک ها یه چیزایی که برای ما جالب تر خاطره داریم، یا حتی اون شخص تو کالچر خودش بعد ترجمه کنی، حالا حتی اگر مثلا لنگویج بریر نباشه بتونیم با هم اون کامیونیکیشن رو داشته باشیم. همین که مثلا یه چیزیه که مال اون فرهنگه یا یه چیزی مال فرهنگ ماست، بعد حتی تعریف هم که میکنی طرف شاید اونقدر براش جالب نباشه یا منطقی نباشه. یه سری چیزای اینجوری و یعنی من خودم به شخص مشکل بزرگ آنچنانی نداشتم بین کالچر. تایپ مورد نظرتون علاوه ظاهری چیه؟ من میتونم بگم که یه تایپی دارم، ولی اگه هیستوریمو بهتون نشون بدم همه مختلفن. یعنی در نهایت برمیگرده به کاراکتر اون شخص و اون مثلا کانکشنی که بین من و اون شخص به وجود بیاد. برای همین پوینتی نمیبینم که الان بگم تایپ هم چیه، چون در نهایت برای من کانکشنه بیشتر. از نظر ظاهری بس برای تو تفاوت نمیکنه اصلا؟ اگه اون آپشن کانکشن رو از توش برداری چرا؟ چون وقتی که هیچ حس خاصی ندارم و هیچ مثلا نظرم کسی رو نگرفته، چرا میتونم بگم مثلا پسر قد بلنده، چارشونه، ورزشکاره، نمیدونم. آره، ولی تو همون پرونده من پسر هنری لاغره مثلا فان یه مدل مثلا متفاوت اونجوری هم داشتم که خیلی هم دوستش داشتم و خیلی هم کانکشن خوبی باش داشتم. من فکر میکنم چی جواب بدم. من موافقم با این چیز. میخواستی بگی شما؟ نه. مطمئن؟ با این پوینت کانکشن موافقم من کاملا. ولی همین. تایپ ظاهری خاصی داری؟ نه خیلی. کانکشن مهمتره. غذای مورد علاقتون چیه؟ خیلی جنراله. یکی از غذای فیوریتتون رو به من لطفاً بگید. من غذای ایتالیایی خیلی دوست دارم. غذای ایتالیایی، کوزین ایتالیایی. تهچین. آشپزی میکنی؟ بله. کدوم غذاتون از همه بهتره؟ از خودم میپرسی؟ آره دیگه. هر کسی یه سیگنیچر دیشی داره، از که درست کنه. نه. آشپزیم خوبه کلا، ولی خوشم نمیاد زیاد آشپزی کنم، مخصوصا غذای ایرانی، چون خیلی وقت گیره و من اصلا کلا زیاد نه تایم دارم نه خوشم میاد که تایم تو آشپزخونه بگذرونم. من تهچین خوب درست میکنم و همونه که پاناکوتای زعفرونی. مرسی. درونگرا هستین یا برونگرا؟
سوال جالبه. من یک درونگرای برونگرام، یعنی در اصل درونگرام ولی سلکتیو میتونم برونگرا باشم، بستگی به محیط داره. من کاملا برونگرام. طولانی ترین رابطتون چقدر بوده؟ 3 سال. 7 سال. تا حالا دیت بد داشتین؟ Of course. میتونی توضیح بدی برامون؟ مثال یعنی بزنم؟ نه اگه دوست داری یه مقدار از اون، مثلا از یکی از دیت‌های بدت که الان تو سرت واسه سوال پرسیدم اومد، اگه دوست داری یک مقدار برام توضیح بده. کلا خیلی کلی میگم چون شخص خاصی حالا حتی بیاد تو ذهنم. کلا من خودم چون آدم صادق دست و دلباز راحتیم، از آدمای دروغگو خسیس بی‌ادب خوشم نمیاد و متاسفانه توی دیتای اخیرم داشتم و خیلی تجربه بدی بوده. مرسی. امیدوارم که دیگه هم نشه. دروغگو باشه، هم خسیس، هم بی‌تربیت at the same time. ستاشو با هم دیگه پکیج کامل. آره پکیج پکیج کامل کامل. بوده. ویترینش خوب بود، فقط ویترین، ولی خب دیگه همون اینجاست دیگه، شما زیرپای باید خراب داره بوده. بیشتر بچسبیم به همون سیستم کانکشنه تا اون دقیقاً تایپ و اینا. دقیقاً نتیجه گیری هم همین بود. من سوال چی بود ببخشید؟ تا حالا دیت بد داشتی؟ بله خیلی چیز خاصی حالا مال من بنده خدا نه دروغگو بود نه چیز بود، فقط اون چیزی که قرار بود باشه نبود، یعنی یه چیزی به ما نشون دادن یه چیز دیگه ما اونجا دیدیم. آره دیگه ویترین بود. نه آخه این بنده خدا ویترینش هم از یه کنجی گوشش رو نشون داده بود. وقتی نمای کلی ویترین رو دیدیم اصلا مغازه رو اشتباه اومدیم. آنلاین دیتینگ همینه دیگه. آره به خدا. دیت اول ترجیح میدی که کجا باشه؟ خیلی اینم آخه خیلی بستگی داره. من ولی در کل به نظرم اگه دیت اول یه مقدار یه فضای کژوال تری باشه برای اینکه اون استرسه که وای الان ما داریم میریم دیت رستورانه، یه ذره فکر می‌کنم اون محیط، اون جو خودش یه مقدار تنشن به دو طرف میده که نمیتونن راحت با هم دیگه کامیونیکیت کنن، با هم دیگه بشنن صحبت کنن. یکم اگه جو مثلا دوستانه تر باشه، کژوال تر باشه، دیت اول به نظر من اینجوری بهتره. چجوری به نظرتون بهتر بود؟ من متوجه نشدم. رستوران خوب بود یا نه بد بود آخرش؟ نه رستوران هم خوبه، مثلا منظورم دیت اول میتونه یه قهوه باشه، لازم نیست حتما رستوران خیلی عالی 360 باشه. آف کورس قهوه میگیریم میریم تو پارک قدم میزنیم. برا من فرق نمیکنه از فار از اینکه یه جایی باشه که نه خیلی شلوغ و سر صدا باشه که پارک آره بالاخره نقاط مثبتی هم آخه میگی شما رستوران نریم بعد قهوه بخوریم، قهوه رو بعد بگیریم بریم تو پارک بخوریم. شما چرا 0 و 100ی؟ من نمیفهمم. اما حد وسطش رو توضیح دادم. میتونه یه کافه باشه دیگه. حالا حتما من کلمه‌شو میگفتم دیت اول یه کافه باشه. آره دیگه خوب. قهوه توی کافه تو پارک نه. اگه کافه تو پارک بود چی؟ شما پیدا کن من میام کافه تو پارکو. فکر میکنید دیت اول کی باید حساب کنه؟ من به هیچ وجه اول جواب نمیدم. 100% بعد آقا حساب کنه دیت اولو. نظر شما؟ سوال بعدی لطفا. جواب نمیدی؟ نه. مهمترین چیزایی که تو دیت اول به چشمتون میاد چیه؟ خب پرزنتیشن اون شخص هست، ظاهرش ترتمیز مرتب باشه، منرز چجوری صحبت میکنن، حالا تو دیتیلش نمیخوام برم، میتونم برم، ولی رفتارش حالا با کسایی که تو محیط هستن، گارسونه، اون حالا هر کس دیگه ای. و خب یه سری بادی لنگویج هستش که بسته به این که هر کسی چه چیزایی براش مهمه
به نظرم توی دیت اول این چیزاست که به چشم میاد. خب قطعا اون پرزنتیشن رو هم خیلی موافقم، نه صرفا جهت این که حالا بگیم طرف ظاهرا چه شکلیه به چه صورت، صرفا برای این که ببینیم اون دیت براش چقدر ارزش داشته یا اون ملاقات براش چقدر ارزش داشته که وقت بذاره بر خودش حالا برسه یا یه ظاهر خوبی رو درست بکنه. بعدش هم من خیلی با پیشفرض نمیرم توی یه ماجرایی، میرم ببینم چی میشه، با همون فیلینگی که اون موقع میگیرم تصمیم میگیرم اون لحظه که به چه نتیجه‌ای قراره برسیم. رنج سنی مورد نظرتون چقدره؟ نه خیلی جوانتر نه خیلی بزرگتر. من سن برام خیلی مهم نیست. رد فلگاتون چیه؟ یه چند تاشو گفتم توی اون سوالی که ازم راجع به دیت بعد پرسیدین. خب خساست و ادب و دروغ نگفتن، کسی که دروغگو باشه، اینا اصلی هست. و خب یه سری چیزا هم هستش که تو ارتباط معلوم میشه دیگه. اینا خب خیلی کلیدیه به نظرم. حالا فقط من نیستم که بگم اینا رد فلگای منن. من فکر نمی کنم که کلا هیچ کسی که برای خودش ارزش قائل باشه بتونه با چیزای اینجوری کنار بیاد که یکی دروغ بگه، خیانت بکنه، ارزش انقدر برای تو قائل نباشه که بخواد برات خساست بکنه یا بهت توهین بکنه. اینا چیزای خیلی جنراله. خب بقیه‌اش هم به نظرم تو رابطه معلوم میشه دیگه. من هم تقریبا همیناست دیگه. خب مین هر آدمی این داستان دروغ گفتن و خیانت کردن و این چیزا به عنوان رد فلگ هست، اینا که دیگه بای دیفالت برای همه هست. ولی به جز اونا من خیلی برام مهم اینه که بتونم با طرف ارتباط بگیرم. یعنی اگر که حس کنم هیچ دری به روی ارتباط گرفتم باز نیست، این خودش رد فلگه برام. شغل و درآمد طرفتون براتون مهمه؟ نه. فوبیای ترستون چیه؟ من فوبیا اینو دارم که غرق شم تو اقیانوس، به حالت خفگی غرق شدم بمیرم. نمیدونم چرا، چون از 6 سالگی شنا میکنم، یعنی شنا بلدم ولی نمیدونم چرا این فوبیا دارم. من از عنکبوت میترسم، نمیدونم اسم خارجیش چی میشه. هیچ علاقه به عنکبوت ندارم، فوبیا از عنکبوت دارم. گیلتی پلژرتون چیه؟ شکلات. دقیقاً با قاشق برم سر وقت نوتلا. تو هم شکلات؟ آره. خودتون رو تو این سه تا چیزی که میگم معرفی کنید. اگه رنگ بودی چه رنگی بودی؟ قرمز. آبی. اگه حیوان بودی چه حیوانی بودی؟ گربه. دلفین. اگه شهر بودی چه شهری بودی؟ ما شنیدیم سریع چی گفت؟ از پشت صحنه داشتن میگفتن قزوین. مادرید. شیراز. تایپ حسیتون بین دیدن، شنیدن و لمس کردن چیه؟ به ترتیب به من بگید. دیدن، لمس کردن، شنیدن. شنیدن، دیدن، لمس کردن. اخلاق بدتون چیه؟ نداری ظاهرا، خیلی سخته. من میگم کدومشو بگم. خودخواهم. خب اخلاق بد. وقت برنامه چقدره؟ من بدترین اخلاقم وقتی گرسنم میشه دیگه. اصلا یک آدم به شدت غیر قابل تحملی میشم وقتی خیلی گرسنمه. خب اون که کاندیشناله. خب دیگه حالا من جزء اخلاق حسابش میکنم دیگه، شما بپذیر از من. به نظرتون اخلاق آدمو تو رابطه میتونه عوض شه؟ اگه خودشون بخوان فقط. بستگی به سنشون داره به نظر من، ولی بعید میدونم. فرض کنید که پارتنرتون یه اخلاق بدی داره که خیلی رو مختونه، چیکار میکنید؟ ما یه دوستی داریم میگه اکسپت می از فوایم وادایم برایم.
الان جواب شما این بود؟ جان؟ جواب شما این بود؟ بله. خب من قطعا صحبت میکنم با اون شخص راجع به این مسئله و برای اینکه بتونیم راه حل براش پیدا کنیم و اگر که ببینم که حالا مثلا هیچ راهی وجود نداره، نه اون شخص حاضره که اینو عوض کنه، نه حتی میپذیره که شاید این اشتباه یا تأثیری که مثلا روی من داره چیه، اون موقع خب دیگه به من برمیگرده که میتونم با این کنار بیام توی رابطه یا اینکه باید تصمیم دیگه بگیرم. اگه میتونستید یه چیزی رو توی خودتون تغییر بدید اون چی بود؟ زود اعتماد نکنم به آدمو. منم دقیقا خیلی موافقم با این. ذره دیرتر اعتماد کردن، نگفتن محکمتر شاید خیلی وقتا. این قسمت از برنامه بازی واتس این باکس. جلوی هر شرکت کننده یه باکسه با چند تا آیتم توش. از هر نفر میخوایم تا 2 تا آیتم انتخاب کنن و برای هم توضیح بدن تا طرف مقابل بتونه حدس بزنه. پرتش میکنی برمیگرده سمت خودت. توپ تنیس؟ نه. توپ به نوعی گرد نیست. پرتش میکنی بومرنگه؟ بومرنگ. باهاش چیزای کوچولو رو میشه بزرگتر دید. ذره بین obviously. تو تاریکی ازش استفاده میکنم وقتی برق رفته. چرا قوه؟ آفرین. تخت نرد پایه اساسیشه، یعنی این وسیله اساسی تخت نرده. تاس؟ آفرین. اینو کاش اینو الان آخر سر دیدم، کاش اینو زبان عشقتون چیه؟ چطوری حستون رو نشون میدین؟ acts of service فارسیش میشه. دوست دارم کاری انجام بدم، کادو و کاری انجام دادم بیشتر. من با فیزیکال تور بیشتر، یعنی با انجام دادن یه کاری حالا یا به نحو فیزیکالی ابراز علاقه کردن. میشه توضیح بدی فیزیکالی؟ آره مثلا بغل کردن، نمیدونم اینجور چیزا. بیشتر فداکاری یا بیشتر صبوری؟ صبورم. فداکار. خودت یا عشقت؟ عشقم. قبلا میگفتم عشقم، الان میگم خودم. عشق اولی یکی باشی یا عشق آخر؟ عشق آخر. آخر. معمولی ماندگار یا جذاب کوتاه؟ معمولی ماندگار. جذاب ماندگار. رازدار یا راستگو؟ راستگو. رازدار. 20 نفر از فامیل نزدیکت یا عشقت؟ عشقم. عشقم. دوست داشتن یا عشق؟ دوست داشتم. دوست داشتن. منم موافقم. تا حالا عاشق شدین؟ بله. بله. ولخرجی یا پسنداز؟ ولخرجی. خرجی. تلفن صحبت کردن یا تکست؟ قطعا تلفن. 50 میلیون دلار یا عشقت؟ 50 میلیون دلار. خوبه که تو این مسئله تفاهم داریم. آیا تتو یا پیرسینگ دارین؟ دارم. تتو. من ندارم. واسه پارتنرتون دوست دارید؟ من اوکی هم باشه. آره بستگی داره. آره دیگه، ولی کلا با کلیتش اوکی هم. اهل سیگار یا قلیون هستین؟ بله. سیگار و سوشالی هر از گاهی. آره قلیون. واسه پارتنرتون اوکیه؟ اگه مثل من هر از گاهی آره، ولی نه. من آره دیگه. آیا اوکی هستید پارتنرتون با اکسش در ارتباط باشه، حالا چه در حد سر کار بودن چه تو سوشال میدیا؟ نه اصلا چیزا رد فلگ این. آره کاملا رد فلگ. نظرتون راجع به ازدواج چیه؟ ازدواج هدفمند خوبه. برنامه شما برای ازدواج چیه؟ اون برای یه سشن دیگه است. نه ازدواج هدفمند خیلی جالب بود. من الان خواب بدم. آره اون نیاز به یه جلسه آره جدا نه داره. نمی گنجه. آره. دوست دارین بچه دار بشین؟
در حال حاضر نه. چند بار در هفته باید همدیگه رو ببینید؟ به خدا جواب نمیدم تا شما جواب. آخه بستگی به برنامه کاری و برنامه‌های دوتامون داره، تایمامو به هم بخوره. اگه واقعا شرایط ایدئال باشه، یعنی یه جوری که تایم آزاد دوتامون با هم دیگه مچ باشه، شرایط کارمون مچ باشه، 3 بار من دوست دارم ببینم طرفمو. ولی خب خیلی وقتا اینم خودش یه بریری داره با توجه به شرایط کاری متفاوت. خیلی من رو این از اینکه تایم بذاریم که همدیگه رو ببینیم یا با هم صحبت کنیم اونقدی مسئله بزرگی نیست. کاملا درسته. این زندگی ماشینی که ما اینجا داریم خیلی تایم و اینا دست خودمون نیست و کمیت برای من کمتر در اولویته تا کیفیت مهمتره. فرض کنید که توی بار هستید، شما از در بار وارد میشید، گلبرگ جان نشسته یه طرف بار، شما میخواید برید و مخ گلبرگ رو بزنید. توی 1 دقیقه به من توضیح بده چجوری این کار انجام بدید. چه این شرایط قرار میدی؟ من خیلی وقت تهمیادین دور بودم والا. توی 1 دقیقه توضیح بدم؟ من نمیدونم، من اصلا روی این کارا رو ندارم واقعا. منم روی این کارا نمیدم. آره. من نهایت تلاشم اینه که برام بگم میتونم وقتتون رو بگیرم ببینم اگه جواب ده. خیلی خیلی سیچویشن سختیه. الان مثلا من اومدم شما رو دیدم، شما اینجا نشستین. سلام، خوب هستین؟ نمیتونم من اینو جدی چیز کنم. I'm not comfortable. گلبرگ شما 1 دقیقه به شما فرصت میدم، توی 1 دقیقه من بگید اگه سجاده دیده بخوای مخشو بزنید چجوری مخشو میزنید؟ من مخ بزنم؟ من مخ نمیزنم، ببخشید. من نیاز ندارم مخ کسی رو بزنم. بعد مختو بزنم. دقیقاً. سوشال میدیا طرفتون چقدر براتون مهمه؟ یعنی از چه لحاظ؟ انتظار دارید شما رو معرفی کنه؟ آره. با شما عکس بذاره؟ من دارم. تا حدودی آره، ولی من چون خودم اهل سوشال مدیا نیستم، خیلی درگیرش نیستم، خیلی برام مهم نیست، ولی گذشته طرف براتون مهمه؟ یعنی چی؟ از فار از اینکه اون گذشته آینده رو افکت نکنه نه. منم همین. به گوشی پارتنرتون حساسین؟ باید رمزشو بدونین؟ نه. رمز گوشیتون رو به پارتنرتون میدین؟ بازی دومی که امروز داریم Never Have I Ever که من از شما چند تا سوال میپرسم و شما یک سری شات جلوی خودتون دارید که اگه جوابتون yes هست خیلی بی سر و صدا که جوری که طرف مقابلتون متوجه نشه اون شاتو میل میکنید و ما در آخر وقتی پرده برداشته میبینید که به این سوالا چند تا جواب yes داده شده و چند تا نخورده شده که نو هستش. سوال شماره 1: آیا حاضرید با یکی مثل خودتون دیت کنید؟ تا حالا خیانت کردی؟ تا حالا از آنلاین دیتینگ اپ استفاده کردین؟ تا حالا همزمان به بیش از 1 نفر دوست بودین؟ تا حالا شده بری سر دیت و پشیمون بشی؟ تا حالا شده بری سر دیت و از دوست طرف بیشتر خوشت بیاد؟ تا حالا شده به خاطر یکی دیگه با پارتنرت به هم بزنی؟ تا حالا به دروغ یا رو درواسی به کسی گفتی دوست دارم؟ تا حالا گوشی اکستون رو چک کردین؟ بله. شما چطور؟ آره. سبک موزیک فیوریتتون چیه؟ من همه چی گوش میدم تقریبا. بستگی داره. واقعا بستگی به مودم داره. من پلیلیستم خیلی میکسه ولی هاوس گوش میدم. شما چطور؟ من همه چی گوش میدم، منم بستگی به مودم داره، ولی من همه نوع موسیقی رو دوست دارم. خواننده مورد علاقتون کیه؟ تو ایرانی؟ هر جا، ایرانی خارجی. ایرانی دیگه. خارجی ممکنه خیلی نشناسن. حامیم در حال حاضر. ایرانی مورد علاقه علیزاده وکیلی. فیلم مورد علاقتون چیه؟
اینترستلار یکی از فیلم‌های all time favorite همیشه. شما چطور؟ یه دونه باید بگم فقط. پرفیوم The Story of a Murderer خیلی دوست داشتم. تیپ ظاهری طرفتون رو الان میتونید حدس بزنید؟ من میتونم فکر کنم. من ایده‌ای دارم. شما بگو اول. نه دیگه. نه دیگه شما اول جواب دادید. لباس درس تقریبا بلند حدوداً و یه کت روش احتمالاً مشکی رنگ کته. منم فکر میکنم که اسمارت کژوال با کفشایی که دیدم احتمالاً کت رنگشو نمیدونم، جین با یه پیرن. از شما میخوام تا اینجای برنامه که هنوز همدیگه رو ندیدین، طبق صحبتایی که با همدیگه انجام دادید به روحیات و اخلاقیات همدیگه امتیاز بدید. با شمارش 3 2 1 من با دستاتون به من نشون بدید که چه امتیازی به همدیگه میدید. 3 2 1. فکر میکنید طرف مقابل سفره از شما خوشش اومده؟ با لایک و دیسلایک به من نشون بدید. شما چی؟ سفره خوشتون اومده یا نه؟ با لایک و دیسلایک. فکر میکنید طرف مقابلتون چند سالشه؟ یه عدد میشه لطفاً حدس بزنید که طرف مقابلتون چه سنی داره با عدد. فکر میکنم بین 30 تا 35. 30 تا 33. حاضرین برین دیت دوم؟ خب رسیدیم به جذابترین قسمت برنامه، جایی که قراره برای اولین بار گلبرگ و سم همدیگر رو ببینن. با شمارش 3 2 1 من لطفاً بلایندفولداتون رو بردارید. 3 2 1. چه جالب، من فکر میکردم که ایشونو شاید بشناسم ولی اشتباه میکردم. چقدر جالب. منم دقیقا همین فکر میکردم و اشتباه میکردم. نه ولی almost مطمئن بودم که میشناسمش. آره آیا فکر یا می‌کردید؟ خدا اینجا رو نگاه کن. گفتم این پرده ها برداشته بشه. دیگه شما وجدان خودتون دیگه از کجا معلوم؟ من آدم صادقیم، اینو نشوننده صداقت منه. حالا میشه حدس بزنید که طرف مقابلتون چند سالشه؟ 32. دقیقاً هرچند که هفته دیگه تولدمه و 32 سالم میشه. مرسی. شما هم احتمالا همون 32 33 نمیدونم 33. و جواب بدم الان از آبونه بسه نشون. مرسی. که شما هم کوچیک‌تر. ازتون میخوام که برای آخر چشماتون رو ببندین و با لایک و دیسلایک به ما نشون بدید که دوست دارید برید دیت دوم یا نه. لطفاً چشماتون رو ببندید. با شمارش 3 2 1 من به من با لایک و دیسلایک نشون بدید که دوست دارید برید دیت دوم یا نه. 3 2 1. همونجوری نگه دارید لایک و دیسلایکتون رو. لطفاً چشماتون رو باز کنید. مثل بازی مافیا به هم آره دستا با واقعا چشم بسته لایک و دیسلایک بدیم. چرا نه؟ سنشون از من کمتره. تنها یعنی یکی آره این خیلی یه ذره، یعنی حالا نه اینکه بگم شاید یه چند تا دیت دیگه هم ادامه بدم ولی همین یه ذره نامطمئنم میکنه که شاید به نتیجه نرسه. نظر شما چی بودش؟ من نظرم مثبت، فقط کم وقتشو بیشتر کنیم. این به نتیجه نرسه دقیقاً چه نتیجه ای؟ آدمی که خیلی ممنون که ما بودید. من که خیلی حال کردم. امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه.
اگه تو استرالیا هستید و دوست دارید تو برنامه ما شرکت کنید یا اگه کسی رو میشناسید که دوست داره تو برنامه ما شرکت کنه، میتونید از طریق دایرکت مسیج روی اینستاگرام یا ایمیل ما با ما کانتکت کنید. فعلا